برای دوختن اعداد روی این پارچه های کانتدار میتونید از این الگو استفاده کنید. حالا اعدادتون تاریخ هستش یا یه تقویم میخواین رو کارتون بدوزین، هرچی که هست اول سعی کنید کامل گلدوزیتون رو انجام بدین. الان من فرصت نکردم یه کاری باشه که گلدوزی شده باشه بعد بخوام تقویم رو بدوزم. شما اول کامل گلدوزیتون رو انجام بدین، بعد اون فضایی که حالا واسه تقویم خالی میذارین رو مرحله آخر انجام بدین. ببینین واسه این پارچه های کانتدار که خونه هاش مشخص هستش، این الگو خیلی الگوی مناسبی هستش. من تو هایلایت پیج آموزش هم براتون گذاشتمش، میتونین ازش استفاده کنید. بیام اول فیکسش کنم روی پارچه که یه 2-3 بارم که از روش نگاه کنید و بدوزین دیگه ملکه ذهنتون میشه و نیازی ندارین از روش نگاه کنید. اول میام یه خط میکشم که شروع تقویمم رو از اونجا انجام بدم. روی این پارچه های کانتدار هم خیلی راحت میشه خط مستقیم کشید، نیاز به خطکش نداره. فقط این پارچه‌ای که روش فیکس کردین سعی کنین که یعنی حتما باید خونه هاش به صورت دقیق و مستقیم باشه، نباید کج و کوله باشه، چون مرحله آخر تقویمتونه که بدوزین تقویمتون صاف در نمیاد. این نقطه شروع در واقع خط شروع دوخت تقویمم هستش. ببینین بچه‌ها میتونین هم 1 تا 7 تقویم رو به حالت افقی بدوزین، هم میتونین زیر هم به حالت عمودی باشه. اون دیگه به سلیقه خودتون هستش. شیوه دوخت رو من میگم دیگه، تصمیم گیرین که افقی باشه یا عمودی باشه با خودتون. از نخ گلدوزی یه لایه هم استفاده میکنم دیگه، حد اکثر میتونین 2 لایه باشه. واسه دوخت اعداد تقویمتون دیگه بیشتر از 2 لایه نباشه چون خیلی بزرگ و ضخیم میشه. الان من میخوام 1 رو بدوزم. ببینید تمام این عددا غیر از 1 3 تا خونه به حالت افقی رفتن، 5 تا خونه به حالت عمودی اومدن پایین. فقط 1 هستش که به حالت افقیش فقط 2 تا خونه هستش. من میخوام الان از اینجا شروع کنم. ببینید 5 تا خونه اومده پایین. خب منم میشمرم خونه ها رو 1 2 3 4 5. خب من باید از اینجا شروع کنم. یه خط اوریب به اندازه 2 تا خونه میرم بالا، 5 تا خونم مستقیم میام پایین. نختونم خیلی نکشین که وارد این تار و پودای پارچه بشه و حالت ناقصی داشته باشه عددتون. واسه دوختن اعداد یک کشش خیلی متوسط داشته باشه، خیلی نکشین. حالا 2 رو میخوام بدوزم. بچه‌ها فاصله بین این عددهای یه رقمی رو من 8 تا خونه در نظر میگیرم واسه بیشتر تقویم ها. حالا دیگه اون بستگی داره اون فضایی که براش گذاشتین چقدر هستش. اگه فضاتون کمتر هستش فاصله بین عددهای رقمی رو کمتر بگیرید. 1 2 3 4 5 6 7 8. این 8مین خونه است. بچه‌ها ببینید این سقف دوختن اعدادمون اینجا هستش، یعنی همه عددامون سقفشون باید از اینجا شروع شه. همشون باید این قسمت انتها و سقف دوختشون یکسان باشه. خب الان شروع عدد 2. یه دونه به حالت اوریب رفته بالا این قسمت، 8 تا خونه هم که شمردم. پس من باید از اینجا شروع کنم. یه دونه مونده به اون خونه 8 باید شروع کنم. شما هم از روی اون الگویی که براتون گذاشتم نگاه کنین.
و شروع کنین تمرین کردن. یه چند بار که بدوزین خیلی راحت میتونین تقویم رو تمیز در بیارین. سوزنتون هم باید خیلی نازک باشه که خیلی راحت وارد این تار و پودای پارچه بشه و کشش متوسطی هم داشته باشه نختون. ببینین بچه‌ها، الان اینجا این قسمت 4 تا خونه اومده پایین. خب منم میرم پایین و یه کوک یک سره میزنم. دیگه نیاز نیست دونه دونه خونه ها رو بدوزم. حالا برای دوختن 3 دوباره 8 تا خونه میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8. به اندازه 3 تا خونه میشمارم میرم اون و 1 2 3. به حالت اوریپ هم 1 2 3. 3 تا خونه کامل اومده پایین. این قسمتش رو هم الان دارم میدوزم. یه دونه به حالت اوریپ، یه دونه میایم پایین، دوباره یه دونه به حالت اوریپ،